از دیر باستا کنون جام مقدس و راز اون یکی از دغدغه‌های انسان‌هایی بوده که به دنبال حقیقت هستند. راز جام به عنوان یکی از مهمترین مسائلی که تا به امروز ادامه داشته وجود داره. اما واقعا در مورد جام مقدس چی میدونیم؟ جام مقدس که بعد از مسیح بیشتر بر سر زبان‌ها افتاد و مسائلی رو در بر میگیره که تاریخچه بسیار کهنی رو داره که در این کلیپ سعی شده که به اون بپردازیم. درود عزیزان، امیدوارم هر جای دنیا هستید حال دلتون خوب باشه. صوفیا هستم، تحریفگر تاریخ دروغین. عزیزان، با سابسکرایب کردن کانال یوتیوب و فالوی اینستا همچنین معرفی اون به دوستانتون از پیج حمایت کنید تا بتونیم با ویدیوهای دیگه در خدمتتون باشیم. جام مقدس و اصلا اینکه این جام چگونه به وجود اومد و ریشه اون کجاست به زمانهای بسیار دوری برمیگرده که هنوز چیزی به نام شیطان در کتب مقدس و برای مردم ابداع نشده بود. لوسیفر، آورنده نور صبح. اما چرا؟ دقت کنید، در هنگام سپیده‌دم قبل از طلوع آفتاب ستاره روشنی طلوع میکنه که در پست‌های قبلی گفتم مرتبط به سیاره زهره است. برای همین اون قبل از طلوع آفتاب اون رویت میشه به اون نور کاذب یا آورنده نور یا همون منادی نور میگن که در زدیاک به دلیل اینکه سیاره زهره انرژی زنانه داره اون رو شمه صوفیا میدونن. اما عزیزان، نه اینکه اون صوفیا باشه، خیر، چون صوفیا آون یا همون خداگونه است، اما 7 سیاره جهان ماده آرکان هستند که این رو میتونید در چرخه خلقت انسان زمانی که خدایان زدیاک مانند بشر میرا بودند و بعد از اون که خداوند ذهن برتر خودش رو وارد چرخه خلقت کرد، به یمن ورود اون به خدایان زدیاک یا همین آرکان ها نامیرایی تعلق گرفت. به همین دلیل زمانی که اونها دست به خلقت زدن، یعنی جسم ما رو خلق کردن، جسم ما فانی بود، چون کسی که خودش میراست نمیتونه چیزی رو خلق کنه که نامیرا باشه. برای همین جسم ما تاریخ انقضا داره، اما روحمون که بعد جاودانه ماست و سرچشمه اون از خداوند والاست برای همیشه جاودان است. اما میرسیم به بحث فرشتگان مقرب که همون آرک آنجل ها بودند که در بین اونها یک فرشته بسیار مورد قبول عموم واقع شده، فرشته‌ای به نام میکائیل که گفته میشه میتونید ترس هاتون و نگرانی هاتون رو به اون بگید. اما ترس از چی؟ ترس چرا؟ چرا کسی نگفت ترس معنایی نداره؟ چرا فلسفه کل زندگی رو هیچ وقت به ما یاد ندادن که بفهمیم اگه قرار باشه اتفاقی رخ بده ما فقط باید آگاهیمون رو بالا ببریم تا به اون یا هر چیز دیگه‌ای واکنش نشون ندیم؟ مگر غیر از اینه که بزرگان گفتن در هر شری خیری نهفته است؟ مگر نه اینکه همه چیز برنامه ریزی شده است؟ مگر نه اینکه ما از روز ازل مأموریتمون رو قبول کردیم و با شناخت کامل نسبت به اون وارد شدیم؟ پس ترس از چی؟ اینها مسائلی هست که باید بهش پرداخته بشه. اما میکائیل چه نقشی این وسط داره؟ اگر کتاب مقدس رو مطالعه کرده باشید به خدایی بر میخورید به نام یهوه که عیسی رو از سمت اون داره معرفی میکنه، ولی خدای عیسی در خیلی از موارد با خدای یهود متفاوته. در یهود یک خدای خشمگین به شدت عصبانی رو داریم میبینیم که مدام دم از عذاب میزنه، اما خدای عیسی بسیار آرام، پر از عشق که مدام دم از نجات میده. آیا این دو با هم یکی هستند؟ قطعاً خیر، ما با دو خدا گویا طرف هستیم. در اینجا باز پای میکائیل فرشته خورشید به وسط میاد. فرشته میکائیل یا همون مایکل، فرشته آخر زمانی که در عهد عتیق و در بسیاری جاهای دیگه اومدن اون رو وعده دادن. ما در دانیال 10 میبینیم که یهوه بر دانیال ظاهر میشه و میگه صدای تو را شنیدم، اما من به مدت 21 روز با شاهزاده ایرانی در جنگ بودم تا اینکه مایکل به کمک من آمد. اکنون به تو خواهم گفت که در آخر زمان چه خواهد شد. دوباره باز خواهم گشت تا با شاهزاده ایرانی بجنگم.
و در این نبرد مایکل همراه من خواهد بود. یهوذا ارمیا جایگاه شاهزاده ایرانی رو تعیین میکنه و میگه من تاج و تخت خود را در ایلام خواهم گذاشت و از آنجا پادشاهان و امیران را هلاک خواهم کرد، اما قبل از آن باید تاج و تخت یعنی معبد سوم بنا شود، یعنی ایلام فتح شود و میگه ایلام را در هم خواهم شکست، بر آنها بلا خواهم آورد، آنها را با شمشیر تعقیب خواهم کرد تا زمانی که آنها را به پایان برسانم. عزیزان، اینجا ایلام به معنای سرزمین اله است. اما ارتباط میکائیل با جام مقدس در چیه؟ در زمانهای بسیار بسیار دور سنگی بود به نام لاپیس اگزیلیس، جواهری سبز رنگ که از تاج لوسیفر افتاد. میکائیل فرشته خورشید و خدای پنهان اسرائیل در رأس لشکر فرشتگان بر لوسیفر و لشکر او حمله کرد. در جریان درگیری میکائیل با شمشیر شعله‌ور خود به لاپیس چشمک زن لوسیفر برخورد کرد و سنگ سبز رنگ در میان تمام حلقه های آسمانی به پرتگاه تاریک و بیاندازه افتاد و در این حین میکائیل سردسته فرشتگان جنگ را رها و به سمت اون سنگ میره که اون رو به دست بیاره که نمیتونه. از گوهر درخشان لوسیفر سنگرال یا جام مقدس ساخته میشه که بعدها میگن مسیح در همون جام شراب خورده. در اینجا ارتباط لوسیفر به عنوان نیمه روشن صوفیا به عنوان نیمه اون و همچنین جام مقدس و رنگ اون که رنگ سبز رنگه و به سبت جمعه معروف هست رو میتونید متوجه بشید. جام مقدس مثل کشتی میمونه که حیات جهان در اون حفظ شده. برای مادر بزرگ یا مادر طبیعت حائز اهمیت هست و به مثال بدن اون میمونه که دقیقاً اگر در اسناد تاریخی به دنبال سرنخ‌هایی باشیم به مواردی برمیخوریم که داستان بسیار شگفت‌انگیزی رو بیان میکنه که نمونه اون در داستان تیامات و جنگ اون با مردوک هست. تیامات که به مادر اژدها هم معروف هست، در جنگی که بین خدایان رخ میده مردوک با کمک خدایان سقوط کرده آنوناکی تصمیم به کشتن تیامات میگیرن، اما از اونجایی که هیچ کدوم قادر به برخورد با اون نبودند و توانایی خود رو در اون حد نمیدیدن که بتونن شکستش بدن، تصمیم میگیرن مردوک رو با عنوان سردسته خود به جنگ با اون بفرستن. مردوک با قرار دادن شرطی مبنی بر اینکه اگر پیروز شد خدای برتر و همچنین تعیین کننده سرنوشت بشه آماده جنگ با تیامات شد و بعد از حیله و نیرنگ و نزدیک شدن به تیامات نیزه خود رو در شکم اون فرو میبره و به همراه آنوناکی ها اون رو تکه تکه میکنند. مردوک نیز به عنوان خدای بزرگ شرط آنوناکی ها رو که از او خواسته بودند به باد دستور بده تا خون تیامات رو به عمیق ترین جاهای جهان ببرن و اثر اون رو پاک کنند پادشاه شد و شد خدای خدایان. از بدن تیامات ابرها، کوهها، جویبارها و طبیعت زمین شکل گرفت. در بسیاری از اسناد تاریخی ممنوعه و بسیاری از موارد دیگه زمانی که انجمنهای مخفی مخوف و مخالف آیین مادر فهمیدن نمیتونن بهش آسیب برسونن، به زمین که نمادی از بدن مادر بود شروع به آسیب رسوندن کردن و اون رو تخریب میکردن. این همه سال در طی این قرنها با آلوده کردن آبها، تخریب جنگلها، کوهها، خاک و بسیاری موارد دیگه که در جهت دشمنی با مادر بود اقدام کردند. اما مادر برای کسانی که اون رو حمایت میکنن و طبق قوانین طبیعت عمل میکنند یک مادر دلسوز، مهربان و پرستار هست، درست مثل زمین که بی چشم داشت و بخشنده نعمت میده. اما برای کسانی که خلاف قوانین عمل میکنند و به فرزندان اون که شامل حتی حیوانات، درختان و طبیعت میشه آسیب میرسونند بدون گذشت و بسیار بیرحم هست که خشم اون رو در خشم طبیعت به صورت سیل، زلزله، طوفان، آتشفشان میتونید ببینید. اما خشم مادر مثل بقیه خدایان دروغی نیست.
خشم اون بیشتر برای بیداری و تلنگری برای آگاهی هست که بیشترین تقدیر و بزرگداشت مادر رو میتونید در بین عرفان سرخپوستی ببینید که حتی در زمستان اعتقاد دارند باید آهسته قدم برداشت چون مادر زمین خواب است. نباید گیاهان را از ریشه کند چون مادر زمین آسیب می‌بیند و هنگام مرگ نمی‌توانیم به آغوش او پناه ببریم و آسوده بخوابیم.